ترس از شروع. میدونی چیه؟ ترس از شروع بزرگترین دشمن موفقیته. این ترس عجیب و مبهم مثل سایه‌ای سنگینه که روی دل هر کسی که میخواد دست به کاری بزنه میفته. این ترس صداییه که میگه نمیتونی، وقتت رو هدر نده، تو آماده نیستی. اما این صدای ترس فقط یک فریبه. این صدای ذهنیه که میخواد تو رو تو جای امنت نگه داره، اما یادت باشه که این جای امن زندانه. نگرانی و ترس تنها چیزیه که ما رو از رسیدن به رویاهامون باز میداره. هر بار که میترسی شروع کنی، در واقع در حال نگه داشتن خودت درون زندانی. ترس از شروع یعنی ترس از تغییر، ترس از شکست، ترس از ناشناخته ها. بیشتر آدما ترجیح میدن شکست خورده زندگی کنن تا اینکه شکست بخورن. فقط کسایی که دل به دریا میزنن میتونن طعم زندگی واقعی رو بچشن. وقتی شجاع میشی، زندگی برات بی حد و مرز میشه. شجاعت یعنی حرکت کردن با وجود ترس. یعنی تو نباید منتظر باشی ترست بره، بلکه باید حرکت کنی حتی وقتی ترس هست. همین قدم‌های کوچیک، همین آغازهای لرزون بهت قدرت میده. ایده‌های بزرگ شروع کوچکی دارن و اینجاست که زندگی شروع میشه. درست وقتی که ترست رو پشت سر میذاری. رهاوا یعنی رهایی از این ترس، رهایی از زنجیرهای ذهنی که دست و پای تو رو میبنده. یعنی شنیدن صدای درونیت که میگه تو بیشتر از اونی که فکرشو میکنی. پس همین الان، همینجا به خودت قول بده که ترس نتونه جلوی راه تو بگیره. تو به دنیا اومدی برای رشد، برای پرواز، برای رسیدن به اوج. تو هم اگر الان این ویدیو رو میبینی یعنی آماده برای پرواز. از همین حالا شروع کن، با تمام شک‌ها و ترس‌ها. شروع کن حتی اگر دستات میلرزه. شروع کن حتی اگر صدای درونت پر از تردیده. شروع کن، چون هر حرکت کوچیک چراغی در تاریکی، چراغی که راه برو روشن میکنه.